مسعد و صفیه از یک مادر و در یک روز به دنیا آمدند، اما صفیه در خانه و مسعد در حاجتخانه تولد شده است. به قصه تولد مسعد کم کسان باور میکنند، ولی با گذشت 5 ماه خود والدان از آن روز با ترس یاد می آورند. آنها باور نداشتند که طفل نوزاد را زنده بیرون می آورند، ولی بختشان آمد کرد. من خوند شتگی دخترم که صدا کرد آتو بدا وقتی دویدم کودک در درون توالت. من دویدم و توار گرفتم رفتم توالت شکسته در آمدم درون توالت کودک غلطیدگی در وای برداشتم کودک گریه کرد. کودک برداشتم بالا دادم من. پدر 2 ساعت برای نجات کودک تلاش کرد و بعد بیرون کشیدن مسعد به شفاخانه یاری تجلی زنگ زد. تا رسیدن پزشکان کودک دوم هم در خانه تولد شد. زنگ سکوری اومد بالنیسه بود. وقتی بالنیسه بودیم ورش پرسیدیم که کودک ها چه خیلی بود؟ نه کودک روز 6 ماه یا 17 روزه شدم. کودک ها خوشروباک صحت سلامتان. تولد دوگانه که در خانه در ناحیه یاوان ولایتی ختلان حادثه اولین و یگانه نیست. با گفته پزشکان هر چند سالهای اخیر میزان زایش در خانه کاهش یافته است، اما هنوز حادثه های زایمان در خانه جای دارد. اگر در دوام 7 ماه سال روان در ناحیه نزدیک به 4000 طفل به دنیا آمده باشد، از این 40 نفرشان در خانه تولد شدند. پزشکان ناحیه میگویند اکثر وقت از تولد خانگی در حال آگاه میشوند که زنان را با بیماری‌های گوناگون به شفاخانه میآورند. بودن حالت‌هایی که بعدی زایش خانگی آمدن، دریدن چتن مشاهده شده بود، خونروی زیاد مشاهده شده بود، یعنی که قسما ماندن همراهک مشاهده شده بود که به خونروی زیاد آورده میرسونند. یا که نادرست ایستادن طفل که در نتیجه دست طفل میبرد یا که پای طفل میبرد که بعد این حالت‌ها حتما جراحی کرده میشود. طبیبان میگویند ندانستن خطرهای تولد در خانه، دوری بیمارخانه ها و گاه مانع شدن خانواده شوهر برای تولد در بیمارستان سبب تولد زنان در خانه است. گروه هم از سبب کمبیزاتی نمیتوانند در بیمارخانه تولد کنند. دلفروز چند ماه قبل صاحب فرزند شد. شوهرش در مهاجرت در روسیه و او هنگام تولد دستنگر بود. خانه تولد کردم از سبب مبلغ نبودن. مثال و مرا مادرم بای کردگی تولد کردم. میخوام ای دخترها خواهش میکنم که آدمای وایده یاردم کنن کم بغلاده. اما زنان کهنسال که در گذشته در خانه تولد کردند به این باورند که زایمان در خانه به قول آنها خطرناک نیست و دخترانشان هم نباید سرگردان شده به شفاخانه بروند. همیشه خانه کردیم. هم یک بچه ما همون دختر کردیم. اکنون گدکش باشه همون دختر نغزه یاخه. خط دویم سیم باشه خانه خواه. اما بسیاری ها میگویند تولد باید حتما در شفاخانه صورت بگیرد. ترش بالنیسه خوبه چی همیشه نمیشه که دکترها نگاه میکنن خونه اپس نه. در ولایت ختلان در 6 ماه گذشته بیشتر از 42000 کودک تولد شده است و مرگ و میر کودکان هم در ولایت 2.5% کم شده است. آژانس آمار میگوید مراجعت به شفاخانه ها و تولد در زایشگاه ها امکان داده است که از مرگ کودکان بیشتر در ختلان جلوگیری شود. اما ده ها سرنوشت مثل مسعد دلیل آن است که هنوز هم تولد خانگی رایج است و بعضی از خانواده ها در تاجیکستان برای خرج نکردن در بیمارخانه جان خود و فرزندانشان را در خطر میگذارند.